سلام، من فرزانم. به مدیتیشن امروز خوش اومدی. میخوام همین حالا چند لحظه از تمام دغدغه ها جدا بشی. چشمهات رو ببندی و فقط نفس بکشی. نفس عمیق. به آرومی هوا رو وارد بدنت کن و با بازدم هر فکری، هر نگرانی، هر حس کمبود رو بیرون بده. امروز اینجا هستیم تا با فرکانس فراوانی هماهنگ بشیم. فراوانی فقط پول نیست. فراوانی یعنی عشق، سلامتی، آرامش، روابط خوب و حس ارزشمندی درونی. بذار ذهنت از دویدن باز ایسته. بذار این لحظه مثل نوری گرم در تمام وجودت پخش بشه. احساس کن هر سلول بدنت داره بیدار میشه از خوابی طولانی در دنیای نداشتنها و حالا وارد دنیای داشتن میشه. هر نفسی که میکشی داره تو رو به انرژی بی نهایت جهان وصل میکنه. همون انرژی که از خورشید تا دریا، از درخت تا قلب تو در جریانه. احساسش کن. اون گرما، اون جریان لطیف رو در بدنت حس کن. ذهن تو یک فرستنده است و هر فکری که داری، هر احساسی که تکرار میکنی مثل یک سیگنال به کائنات فرستاده میشه. پس الان وقتشه که سیگنال فراوانی بفرستی. در ذهن تکرار کن: من لایق فراوانیم. من لایق فراوانیم. فراوانی به راحتی در زندگی من جریان داره. فراوانی به راحتی در زندگی من جریان داره. من در هماهنگی با انرژی ثروت و عشق و آرامشم. من در هماهنگی با انرژی ثروت و عشق و آرامشم. بذار این جملات رو با قلبت تکرار کنی، نه فقط با زبونت. احساس کن درونت داره باز میشه.
مثل دری که به نور باز میشه. اگر چشمانت بسته است، تصور کن نوری طلایی از آسمون به سمتت میاد. از بالای سرت وارد بدنت میشه، از شونه هات، بازوهات، قلبت تا کف پاهات و هر جا که میگذره احساس سبکی و شکرگزاری به جا میذاره. درونت رو با این نور پر کن و حالا از دل خودت نوری رو به بیرون بفرست، به سمت دنیا، به سمت هر کسی که دوستش داری، به سمت هر چیزی که آرزوش رو داری. بذار فراوانی در جریان باشه، نه در تملک. تو بخشی از این جریان جهانی هستی. فراوانی به سمت تو نمیاد، بلکه از درون تو بیرون می جوشه. حالا نفس عمیق بکش. در هر دم حس کن در حال جذب نعمت‌ها هستی و در هر بازدم حس کن در حال بخشش و رهایی هستی. لبخند بزن، حتی اگه دلیل خاصی نداری، چون همین لحظه زندگی در درونت داره لبخند میزنه. تو شایسته عشق، شایسته آرامش و شایسته تمام خوبی هایی هستی که جهان در خودش داره. به خودت بگو من باز هستم برای دریافت. من در فرکانس فراوانیم و از این لحظه به بعد اجازه میدم تمام نعمت‌ها به آسانی وارد زندگیم بشن. بذار چند ثانیه در سکوت بمونی. به صدای نفس هات گوش بده، به آرامشی که کم کم در بدنت جاری شده. و حالا وقتی آماده‌ای کم کم آگاهیت رو برگردون به لحظه حال، به اتاقت، به بدنت، به زمین زیر پاهات. انگشتات رو حرکت بده.
شونه هات رو نرم کن و وقتی چشمات رو باز میکنی بدون که تو همین حالا در مسیر فرکانس فراوانی قرار داری. اگر این مدیتیشن برات آرامش بخش بود، حتما کانال رو دنبال کن و با عشق انرژی فراوانی رو به بقیه هم هدیه بده. با عشق، من فرزانم.